توی این بخش قصد داریم نحوه ساختن گربر فایل رو توسط نرم افزار ایگل توضیح بدیم. از اونجایی که نرم افزار ایگل فایلش به صورت مستقیم قابل تولید برای کمپانی‌ها نیست، معمولاً درخواست میشه که فایل گربر تولید بشه برای این کار. و از اونجایی که هر کمپانی تنظیمات خاصی رو برای تولید فایل هاش داره، تولید پی سی بی هاش داره، در واقع ما تنظیمات رو به صورت پیش‌فرض روی وب سرور ایسیس براتون قرار دادیم که بتونید اونها رو دانلود بکنیم و با استفاده از اونها فایل گربر رو تولید بکنیم. در ابتدا پروژه رو باز میکنم. موضوعی که مطرح هست برای فایل هایی که توسط ایگل و کلا توسط مهندسای ایرانی طراحی میشه اینه که معمولا حریم برد رو یا توی آلتیوم به اسم کیپ اوتلایر میشناسن یا توی الگرو با اسم آوتلاین و توی ایگل هم به عنوان لایه میلینگ این لایه شناخته میشه که باید اون رو رسم بکنیم و در نهایت توسط CNC روتر در واقع این برش قراره که اجرا بشه که من این رو در واقع رسم میکنم. حالا من اینجا با توجه به اینکه آموزش خیلی حدودی این کار رو انجام میدم که در واقع ولی شما میتونید خیلی دقیق تر این رو برای بورتر خودتون رسم کنید. بعد از اینکه این لایه رو کشیدم روی بخش کم پروسسور که توی منوهای بالا هم از طریق فایل قابل دسترسی هست کلیک میکنم. مجدد از منوی فایل اوپن و جاب رو انتخاب میکنم. توی آدرسی که فایل های ایسیس رو دانلود کرده بودیم که توی آدرسی که من دارم این دوتا فایلی که دانلود کرده بودیم با توجه به اینکه این پی سی بی 4 لایه هست من در واقع فایل دات کم مربوط به 4 لایه رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید تاپ کوپر، باتم کوپر، مید 1، مید لایر 1، مید لایر 2، تاپ سیلک اسکرین، باتم پیست، عرض خدمت تاپ پیست، باتم سیلک اسکرین، تاپ سولدر ماسک، کیپ اوت لایر، باتم سولدر ماسک و دریل فایل رو تو اینجا میبینید. دریل فایل مربوط به همون فایلی هستش که خروجی NC دریل میده بهمون و یکی از بخش‌های مهمی هستش که باید حتما جنریت بشه و همراه فایل ارسال بشه. باتم سولدر ماسک و تاپ سولدر ماسک همون چاپ سبزی که توی ایران با اسم چاپ سبز در واقع رایج هست. کیپ اوت لایر همون لایه‌ای هستش که به عنوان برش دوره برده و توی لایه میلینگ ما رسم کردیم اینجا. سیلک اسکرین لایه هایی هستن که مربوط به اون چیزی که توی ایران با اسم مارکاژ یا همون چاپ قطعات شناخته میشه و با اسم تخصصی سیلک اسکرین هست. باتم پیست و تاپ پیست مربوط میشه به فایل هایی که برای تولید استنسیل لازمه و قسمت هایی رو که قراره در واقع قلکاری بشه توی استنسیل مشخص میکنه و لایه های مربوط به کاپر که در واقع همون لایه های مسی هستش که قراره اجرا بشه. بعد از اینکه این لایه ها ساخته شد، بعد از اینکه این فایل رو در واقع ایمپورت کردیم، لازمه که توی محل پروژه‌مون یه فولدری به اسم گربر رو ایجاد بکنیم که محتویات این فولدر قراره بعداً فایل های گربر ما در واقع باشه. توی بعد از اینکه فولدر گربر رو ایجاد کردیم روی پروسس جاب کلیک میکنم که شروع میکنه به پرینت کردن در واقع اجزای مختلف برد و ساختن فایل های مربوط به گربر. خب بعد از اینکه کار تموم شد میتونم توی فولدر گربر ببینم فایل های مورد نیاز تولید شده که فایل .txt هست و به ترتیب فایل های لایه میانی 2 و 3 باتم لایر، باتم اوورلی یا همون لایه سیلک اسکرین، باتم پیست یا همون لایه که برای استنسیل لازمه، باتم سولدر ماسک یا همون لایه چاپ سبز، کیپ آوت یا همون برش دوره برد، تاپ لایر لایه مثل بالا، تاپ اوورلی لایه در واقع سیلک اسکرین بالا و مربوط به استنسیل لایه تاپ پیست مربوط به استنسیل و تاپ سولدر ماسک مربوط به چاپ سبز هست. بعد از اینکه این فرایند تموم شد میتونید کل این فایل ها رو به صورت یک فایل فشرده رر یا زیپ برای ما ارسال بکنید که برای تولید بره. به عنوان نمونه برای اینکه بخوایم ببینیم که این فایل ها به چه صورتی هست، یکی از این فایل ها رو که توسط نرم افزار آلتیوم میتونه باز بشه رو انتخاب میکنم و بعد با استفاده میتونم این لایه رو دیلیت بکنم که خیلی حالا اون چیزی که ایمپورت میکنم راحت تر باشه.
از منو فایل ایمپورت رو کلیک میکنم و کویک لود رو میزنم. از آدرسی که در واقع وجود داره برای جایی که گربر ها رو گرفتیم EL و فولدر گربر رو سلکت میکنم. تمام فایل هایی رو که دیتکت میکنه اینجا لود میکنه و میتونم توی اینجا ببینم که تمام اون چیزی که میبینیم که بدون ارور و وارنینگ هست، تمام لایه های مختلف بردمون رو اینجا میتونیم ببینیم که با استفاده از در واقع توی این بخش کم ادیتور میتونیم که این لایه ها رو به صورت جداگانه ببینیم و تطبیق بدیم که مطمئن بشیم تمام این بخش ها به صورت صحیح جنریت شده. مهم است که لایه کیپاتمون حتما یک خط بسته دور برد باشه و همونجوری که عرض کردم خدمتتون قراره این لایه توسط NC Drill در واقع توسط لایه کیپات لازمه که به صورت یک خط بسته باشه که وقتی که CNC روتر میخواد برد رو ببره نهایتا برد جدا بشه از پنل اصلی که بردها توش چیده شدن.